سلام مجدد. قسمت امور مالی فعلا دو تا مبحث رو گفتیم خدمتتون، ولی بنا رو بر این گذاشتیم که چون پیوسته باشه مباحث، الان در ادامه دریافت از طرف حساب یک شکل دریافت هست که معمولا شرکت‌های پخشی و حالا شرکت‌هایی که مشتری زیاد دارن و میخوان کنترل داشته باشن روی تاریخ‌های دریافت، از این روش استفاده میکنن. اونم تصفیه فاکتور هاست که من از ابتدا از صدور فاکتور تا در نهایت تصفیه رو الان بهتون یه بار کلا میگم. من یک فاکتور اینجا صادر میکنم، الان فاکتور فروش برای سوپرمارکت حسینی که حالا فکر کنم تصفیه اینو ما زدیم 2 روزه باشه. حالا در ادامه بهتون نشون میدم. این قسمت کالامو انتخاب میکنم که حالا فلفل سیاه 200 گرمی میخوام بهشون بدم 6 تا با همون قیمت 200 تومن. تایید میکنم قسمت اولو. ببینید الان این قسمت زده تاریخ تصفیه 1/6. تاریخ تصفیه 1/6 به صورت نسیه هم هستیم. حالا چاپ فاکتور هم برمیدارم که دیگه اضافه چاپ نگیره برای ما. الان این سند فاکتور ثبت شد. الان سوپرمارکت حسینی اینو با هم بدهکاره. حالا من میام سر تاریخی که باید ایشون تصفیه بکنه، میام قسمت عملیات مالی باز میکنم، مسئول وصول هستم، باز میکنم قسمت تصفیه فاکتورها رو. اینجا میگم تمام تصفیه حساب هایی که حالا مهلت تصفیهش تا امروزه رو به من نشون بده، فاکتورها رو، که من یکی یکی هم پیگیری بکنم. حالا من چون تاریخ 2 روز بعد زدم، امروز زدم، میزنم مهلت تصفیه همه فاکتورهایی که تا 06 30/06 مهلت تصفیهشون هست به من نشون بده. تایید میکنم. الان ببین این فاکتوری که اینجا من زده بودم 1,200,000، اینجا الان مبلغ نسیه مانده این فاکتور هم هنوز تصفیه نکردم. کلیک راست هم میتونیم بکنیم دفتر معین این طرف حساب ببینم. ببینید الان کلا سوپرمارکت حسینی یک فاکتور ما بدهکار 1,200,000. حالا من الان میخوام اینو تصفیه حسابشو بزنم. این فاکتور رو اومدم مبلغ دریافتی که میخواد بزنه اینجا وارد میکنم، 1,200,000 اگه میخواد بزنه یا نه، میگم یه بخشی از اینو میخواد بزنه برام، 1,000,000شو برام میخواد بزنه. اینو تایید میکنم. فرم امور مالی باز میشه، دریافت از طرف حساب سوپرمارکت حسینی. ببین این بالا خودش مبلغ دریافتی رو زده دیگه، 1,000,000، همین که اینجا وارد کردیم. حالا به صورت کارت خون کارت کشیده برای ما، تاییدش میکنم، میره به حسابش میشینه. حالا من الان ببینید اینجا اگه دقت کنید، ببین مبلغ مانده شد 200 تومن. 1 تومنشو دریافت کردم از 1,200، مانده شد 200 تومن. اگر حسابش معینشو ببینم با کلیک راست کردن، دفتر حسابش اینجا زده فاکتور فروشه 4 1,200,000 بدهکار، دریافت 1,000,000 به صورت کارت. حالا من به این صورت میتونم روی فاکتورهایی که قرار تصفیه بشه میتونم نظارت داشته باشم و مانده هاشون رو بتونم پیگیری بکنم. الان میتونم دوباره برای این 200 تومن مابقی بیام دریافت بزنم. اگر کلا از این روش استفاده بکنید میتونید روی وصولتون روی فاکتور به فاکتور مدیریت مجزا داشته باشید، که این کلا قسمت مربوط به قسمت تصفیه فاکتور هاست. اگر باز سوالی چیزی خدمت هستش که مد نظرتون باشه، ما هستیم، بپرسید، کامنت بذارید زیر همین پست، خدمتتون حتما توضیح میدیم. فقط یه نکته‌ای رو من ببینم اینجا دیگه توی قسمت تصفیه فاکتور عملیات مالی، تصفیه فاکتورها، خروج از حالت تصفیه، میتونیم فاکتور به فاکتور مثلا یه فاکتوری رو دریافتش یه جور دیگه زدن بچه‌ها، میتونم اینو بگم مثلا کلا از حالت تصفیه خارج کنین، یعنی به صورت تصفیه شده در نظر بگیرید، که اینم حالا میتونید خودتون امتحان کنید ببینید به چه شکل است. در ادامه باز برمیگردیم به قسمت امور مالی. قسمت امور مالی حالا پرداخت، هزینه، درآمدها رو چجوری ثبت بکنیم، برداشت‌ها و حالا چیزهای دیگر رو یکی یکی خدمتتون میگیم. فعلا خدا نگهدار همگی دوستان.